نیست، حتما با زنگ‌های تلفنی شد برمیگردیم. خب مسئله انتخابات رئیس جمهور دوستان عزیز، ما و شما در یک معرکه بسیار بزرگ قرار داریم. من این معرکه را نام گذاشتم میمون بازی. برای چی؟ برای که تا امروز 3 نفر رکای نامزد خودشون به پرزیدنتی پیشنهاد کردن، یعنی در میدان رقابت داخل شدن. 3 تا شاید کسی مرا چطوری که میفهمه، من یارو لختک میگم، 3 لختک. اگر شاید تند گپ میزنم، سخت گپ میزنم، حق دارم، برای که به ناموس و عزت مردم یا بازی کردیستین. یک حزب سیاسی میمون بازی شبیه چی هست؟ یا من میگذارم برای شما چقدر مردم احمق کردیستین یا چی میخوان نشون دادن. خب یکمی نفری که خودی همی رئیس حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیفزاده نامزدیش با پرزیدنتی گذاشت، یعنی که انتخاب شد در حزب از نماینده از حزب اگراری. میخواد که در رقابت با رحمانوف مبارزه بره. ببینید برای یک حزب در انتخابات راه یافتن زیاده از 210,000 امضا در کار است که 210,000 امضا بگیره، بعد او اجازه داره که در انتخابات راه بگیره. آیا همین حزب همون معرکه‌اش بگذراند؟ در کجای دیدین؟ نه نگذراند است. خب دیگرش نفر دیگر اینه ای بابای هیتلر عبدالحلیم حزب سوسیالی تاجیکستان عبدالحلیم غفاروف. این نفر این لختک میخواه که بعد از انتخاب شدنش در ساعت در راهبری کشورش در شنبه مترو بسازه. یک بار منطقاً فکر کنید که برای ساختن یک مترو در داخل دوشنبه چقدر مبلغ لازم است. اگر که من میدونستم که این نفر یک سیاستمدار بسیار عاقل و دانا است، کانتکت های بسیار مهم با امریکا، با روسیه، با ژاپن، با خیتای، با ایران، با سعودی، با کشورهای عربی داره. یعنی یک سیاستمداری که هر روز در سفر از فردا در پارلمانی اروپا میره برآمد میکنه، فردا در خیتای. با فکرم از زمانی که وکیل است تا امروز یگام سفر خدمتی کردگی نیست، یگام جراحش نمیتونی. حتی شاید دفتری کاری هم یادم نداشته باشه. نه یک سایت اینترنتی داره، نه در جای برآمد کرده است، نه کسی همیشه میشناسه، نه یک من حتی در همون فامیلش منفیت همی نمیرسه. از همین بیزارن. این نفر دعوا داره که من در تاجیکستان بعد از انتخاب شدنم اگر من مبارزه برم در دوشنبه مترو میسازم. یک کسل روحی داره. دوم میگه که برای هر نفری که بعد دوشنبه وارد میشوه من پولکی میکنم. یعنی دو پیشنهادی که اصلا مردم را قبول نمیکنه و باور هم نداره. این مثالی اگر که ساده تر و سیتر بگیریم، این نفر میخواد که ما را به مریخ ببره، کیهان ببره ما و شما را. همین پیشنهاد منطقی است. و برای چی پیشنهاد کرد این نفر؟ آیا رحمانوف این صلاحیت نداشت که بگه من در دوشنبه مترو میسازم؟ از رحمانوف زور شد. این صلاحیت رحمانوف نداشت بگه. یعنی آیا این برای کی اجازه دادی گپ بگه؟ آیا یک سکن آوی که میخوره به اجازت رحمانوف همین آدم این کار میکنه؟ نه. یا رفته حتی اجازتی که حزبش به انتخابات جاگیره یا که نگیره، این از اجازت از رحمانوف گرفت که من داخل شام یا که نه. و گفتن یک فکر بکن که یک
فانتازیا پیشنهاد که اصلا مردم قبولش نکنن. اگر تو بگویی که خب بله مشکلات وزارت معارف بسیار مشکلی داره، ما آینده میخوام که شاخه اساسی در وزارت معارف باشه. اگر هر نامزدی که امروز در داخل تاجیکستان داخل میشوه واقعا اولین کاری که میکنه باید مسئله معارف ببینه. مثال اگر من فردا رفتم و میگم من در انتخابات پرزیدنتی داخل میشم، اولین برنامه من در مسئله معارف باید باشه و دفاع مرز و بوم وطن باید باشه. چون مدد شاخه ضعیفی بسیار بسیار داریم. در مرز هر روز میکشن، هر روز فرزند ملت به سواد میبیو. نیکیمین میگه من برای شما مترو میسازم، برای شما دوشنبه را پلاکی میکنم و در دو وریانت کسی قبولش نمیکنه. یک فانتازیا کسل روحی داره پیشنهاد کرد، مردم قبول گفتن که من به همین برنامه داخل میشم و نامعلوم کی و در کجا این تبلیغ و دعوت کرد. نه یک رسانه داره، نه یک شبکه داره، نه یک خب فیسبوک داره، نه در اینستاگرام، نه در تلگرام، نه در یوتیوب، در هیچ جا نیست. از کجا 210,000 عضو امضا پیدا کرد، این داخلی رقابت شد. این دوم میگیره میره. یه نفری دیگه مرحمت بگذارین، اگه تو خدا این شاید کجا پیدا شد. با احترامی همین سین سال همین بابیمون باور که همین پیشنهاد است که همین نفر منطقی باشه که گویا که من در انتخابات پرزیدنتی داخل رقابت میشم. یعنی با کدام فهمیش یه نفری که داخل میشوه، مثال کم و بیش، مثال اگر رفت و زید سعید فردا از اینجا آزاد شد، اگر قانون کشور اجازهش میده پیشنهاد بکنه، محمد روزی اسکندرov خش پیشنهاد بکنه، خب نمیدونم یعقوب سلیموف، خب غفار میرزایف و دیگر خماندان هایی که خب هستند از روزنامه‌نگارا، مثال اگر رفت و رجب میرزا و دیگر روزنامه‌نگاری که کار و فعالیت دارن مردم میشناسشون، یک کم و بیش پیشنهاد کنن تا این درجه علم آور نیست. این نفر میگه که من در انتخابات پرزیدنتی اشتراک میکنم، اگر چند قیاواز گرفتم میخوام که رستم و رحمان یکی اینها پرزیدنت باشه. پس تو چی میکنی؟ این میمون بازی نیست؟ این مردم فریب نمیکنن؟ دیگرش ایشا ببینین. رئیس حزب سوسیال تاجیکستان بابای گیتلرمان، رئیس یک حزب که در یعنی که مقابل حزب دموکرات خلقی دموکرات میخواه مبارزه بره، میخواه که در داخل رقابت باشه، یعنی در معرکه انتخاباتی اینا رقیب یکدیگرن. رئیس حزب خلقی دموکراتی عکسش در دفتر کارش این مبارزه بوده. این میمون بازی نیست؟ این مردم فریب کردن نیست؟ این تقدیر ملت تجاوز کردن نیست؟ مردم با چی را باید انتظار شود؟ آیا شما لختک پس نیستین؟ همین از فهمش سیاسی رهبر یک حزب همین است. ببینین اینایی 4 تا مریض، 4 تا سرویران، 4 تا نمیدونم کسل روحی داشته از کدام دیوانخانه آوردن یا را از گجا آوردن. این چه داخل رقابت شدن است؟ عکس رحمانوف در داخل کابینت زدگی. رحمانوف کی است؟ رئیس حزب خلقی دموکراتی است. در این رقابت نباید شما اشتباه را بکنید. شما اکنون داخل رقابتین. اینی یا میخوان که در معرکه انتخاب داخل شوند و مردم باز 7 سال دیگر غلام و دربدر بکنند. این بود دوستای عزیز. و برای ما میگن که شما در معرکه انتخاباتی چی کار میکنین؟ بیا یک کس پیشنهاد بکنی. کی را؟ امیره. این امیره بگیم که مردم همین آواز بده مترو میسازه. دوشنبه پلاکی میکنه، هیچ که دیگه داخل نمیشه. اما فرزندای منصبدار لکسوس و بنوی و پرادا و لانکروزر خطی میگردن تگ بالا، هیچ که داخل نشه که پول میگیرین. اما هاشی مردم 500 سوم 600 سوم آیا هر قاطی که بیا باید پول بسپره. این عقل نیست اصلا. حزبای ما حزبای مریضن واقعا اکثریتش. این بود دوستان در مسئله انتخابات. خب